این الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. یکی از مسئله هایی که در خارج نماز میپرسند که دست ها رو در میان ماندن، بعضی نفرها دستاشون در میان ماندن خیلی میستن، به یک شکل بگیم که در نظر بعضی مردم به شکل تکبرانه میتواند. در همین باره، در همین موضوع یکم حدیثی هست، حدیث بخاری مسلم هست که از حضرت ابو هریره روایت میکنه که بیشک رسول خدا صلی الله علیه و آله نهی کرده است عن خصر فی الصلاه. خصر گفته در شرح همین حدیث علما میفرمایند که نماز دست انسان نمازگزار بگذاره دستاش در خاصیرش، در دو طرف میانش. دستامون همین خیلی کرده به یک شکلی عجیبه که چه خیلی که میبینیم همین خیلی ماندن در نماز چی از نبی صلی الله علیه و آله من کردگی هست. از همین چیز میگه حضرت ابو هریره میگه. در شرح علما میفرماید که همین کار کردن این ترک خشوع هست، یعنی که تواضع نیست در نماز، همون فعل یهود هست مغضوب علیهم و فعل چی متکبرین هست میگن علما. از جمله محققی که ریاض الصالحین شیخ محمد علی صابونی استاد به کلیه شریعت و دارسات اسلامی به مکه مکرمه سابقا بود، اون میفرماید که این کار یکی از کارهای متکبرانه هست، یعنی که متکبرانه که باشد در نماز و خارج نماز جایز نیست از این کار مگر به عذر باشد. و دیگر کاری که بر نماز تعلق دارد این برداشتن سری مقتدی ها از سجده پیش از امام، یعنی که پیش از امام سجده رفتن یا که پیش از امام خیستن. در این باره هم نیز حدیث بخاری مسلم اومده است که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میفرماید که نفر سرش رو میبرد پیش از امام، یا اینکه پیش از امام سجده میراد یا اینکه فر ندارد، میگردن الله صورتی او را صورت خرواری. در این باره علما میفرمایند که این تحذیری هست، یک سرزنش سختی هست، این دلالت میکند بر حرام بودن این کار. واجب هست که پیروی کند بعد از امام. اگر که سجده بعد او سجده میراد، اگر که از سجده خیست بعد او مثلا که میخیزد. دیگر مسئله ای که تعلق به نماز دارد یا نیست، بعضی برادران میپرسند که حدیث آمده بوده است وقتی که طعام حاضر باشد نماز خواندن جایز نیست. بله حدیث هست در این موضوع، اما علما در تحت این چی میفرمایند که مثلا که طعام باشد و نماز خواندن در اون حالت مکروه است. به خاطری که هست اگر در حقیقت او انسان گرسنه هست یا که طعام آماده هست، اونها میتونن که در 10 دقیقه 5 دقیقه طعام بخورن، به خیسته نماز ادامه بدهن. این حالت باید یکم طعامشون رو بخورن بعد به خیسته نمازشون رو بخونن. یا اینکه میخواد که حاجت خانه برای سخت حاجت خانهش گرفتگی است، در اون حالت نماز خواندن رو نبی صلی الله علیه و آله چی کردگی است؟ من کردگی هست که این کارا نکنن گفته. به خاطر چی؟ علتش در چه هست؟ همینه. علتش در این است که انسان نمازش را به راحت خوانده نمیتوند. به خاطری که انسان نمازش را به خشوع و خضوع به پرگی خوانده نمیتوند، به همون خاطر این کار من هست، این کار نباید کرد انسان. و اگر یک حالتی هست که اون انسان طعام بخورد و نماز میگذشته میرود، اون روزادار نباشد، حالت افطار نباشد، این دیگه حالت هایی که خمون که مثلا که 3 وقت میخوریم و سر حسیب، این تعلق نداره به این چیز که مثلا انسان که طعام باید انتظار بکشد طعام تیار باشد بعد طعام که خورد بعد میتونه که نمازش رو بخونه. این خیلی نیست است. این حالتی که طعام آماده هست و انسان بسیار دلش معلق به همون طعام هست، این حالت انسان پریشان میشود و پریشانیش به همون طعام و به همون چیز مشغول میشه ذهنش. این حالت به همون خاطر علما من کردگی هستند و خاصتا حضرت نبی صلی الله علیه و آله خودشون بیان کردن که این حالت رو نماز نخونید که شما خشوع و خضوع این نمازتون رو گم بکنید و آرامش دلتون رو گم بکنید. این در اسلام جایز نیست است. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.